بخش سوم صحبتمون رو شروع میکنم. لازمه قبل از شروع صحبت به چند تا نکته اشاره کنم. اول اینکه برای پرهیز از طولانی شدن مطلب من از گفتن رفرنس مطالب و شماره آیات توی صحبتام پرهیز میکنم. آخر بحث رفرنس و آیات مربوط به مطالب مهم رو یکجا میگم. مطلب بعدی این که همونطور که قبلا گفتم کتاب مقدس دارای دو بخش عهد عتیق و عهد جدید هست. خدا در عهد عتیق وعده ها و نشانه هایی میده که در عهد جدید محقق میشه و برای درک بهتر کتاب مقدس گاهی لازمه که به هر نشانه و وعده‌ای که در عهد عتیق میرسیم اشاره‌ای به تحقق اون در عهد جدید بکنیم. بنابراین من گاهی مجبورم دو تا قصه رو به موازات هم تعریف کنم. نکته بعدی این که کتاب مقدس شرح مفصلی درباره تاریخ بنی اسرائیل و زندگی پیامبران داره. ولی برای اینکه صحبتمون طولانی نشه از بخشایی از داستانها که با روایت اسلام شباهت داره با سرعت و به طور خلاصه میگذرم و فقط بخشایی که روایت قرآن و کتاب مقدس متفاوت هست رو شرح مفصل تری میدم. داستان انسان از جایی شروع میشه که خدا انسان رو در بهشت میآفرینه. اما بهشت چیه؟ بهشت در کتاب مقدس و اسلام دو تعریف متفاوت داره. بهشت در اسلام یه باغی هست پر از غذاها و نوشیدنی‌های لذیذ و زنهای زیبا که حوری نام دارن. این باغ برای لذت بردن افراد نیکوکار در مقابل کارهای خوبی که کردن ساخته شده. نکته مهم درباره بهشت اسلام اینه که خود خدا در بهشت حضور نداره. در قرآن در جاهایی که به توصیف بهشت میپردازه از لذت‌های بسیاری حرف زده میشه، ولی از لذت بودن با خدا حرفی به میون نمیاد. و اما بهشت در کتاب مقدس و مسیحیت. بهشت در کتاب مقدس به معنی محل حضور خداست و بودن در بهشت به معنی بودن در حضور و در آغوش خداونده. یعنی وقتی میگیم آدم در بهشت بود یا انسان به بهشت خواهد رفت، یعنی آدم بیواسطه و بدون هیچ حایلی در حضور خدا بود و در پایان هم به همین شکل پیش خدا خواهد بود. به عبارتی ایمانداران در بهشت خود خدا و بودن در حضور او رو به عنوان پاداش دریافت میکنن. و بعد نیست بگم که از حوری بهشتی نه اثری در تورات و عهد عتیق هست و نه در انجیل و یا عهد جدید. و شما قبل از اسلام رد پای حوری بهشتی رو نه در یهودیت و نه در مسیحیت بلکه در دین زرتشت پیدا میکنید. و حتی عیسی مسیح به صراحت میگه که در بهشت خبری از لذات جنسی نیست. حالا میرسیم به جهنم. جهنم یعنی جایی که ما از حضور خدا دور هستیم. برای درک بهتر مطلب میتونم بگم بهشت و جهنم در کتاب مقدس جدای از این که به یه مکان اشاره داره، یک حالت، کیفیت و جایگاه روحانی رو توصیف میکنه. انجیل بیشتر از اون که بخواد درباره مکان بهشت صحبت کنه، درباره ارتباط نزدیکی که بین انسان و خدا وجود داره صحبت میکنه. ولی اینجا یه سوالی پیش میاد. برای منی که در دنیای محسوسات زندگی میکنم، بهشت اسلام و لذت‌های اون قابل درک است. ولی نمیتونم بفهمم بودن در حضور خدا چه لذتی میتونه داشته باشه. پاسخ اینه که چون خدا انسان رو شبیه به خودش آفرید، بنابراین بهترین، کاملترین و متعادلترین حالتی که انسان میتونه داشته باشه و یا کمال وجودی انسان اینه که نزد خدا باشه، پیش خدا باشه. برای روشن شدن کیفیت بهشت و جهنم یه مثال میزنم. تا حالا یه روزی یا یه زمانی براتون پیش اومده یا تجربه کردین که همه چیز خوبه، از همه چیز راضی هستین، همه چیز عالیه، شاد و سرخوش هستین، همه چیز دلنشین و خوشاینده و تو این حالت همه رو دوست دارید، دیگران رو، دنیا رو، روزگار رو، خدا رو، خودتون رو. این رو ضرب در بی نهایت کنید، میشه چیزی شبیه بهشت. در مقابل تا حالا یه روزی یا یه زمانی براتون پیش اومده یا تجربه کردید که همه چیز بد و ناخوشاینده، از همه چیز متنفر باشید، از دیگران، از دنیا، روزگار و حتی از خودتون. این حالت رو ضرب در بی نهایت کنید، میشه چیزی شبیه جهنم. حالا سوال اینه که خب تفاوت تعریف بهشت در اسلام و مسیحیت چه اهمیتی داره؟ در ادامه صحبت خواهیم دید که این اختلاف نگاه تفاوت‌های بسیاری در بخش‌های دیگه الهیات مسیحی و اسلام ایجاد میکنه.
نکته مهم بعدی این که خدا درختی رو در بهشت قرار داد به نام درخت معرفت و به انسان گفت که از میوه این درخت نخور. ولی شیطان حوا و آدم رو وسوسه کرد که از میوه این درخت بخورند. انسان از میوه درخت خورد و از بهشت رانده شد. حالا این درخت معرفت چی بود؟ نظر شیطان پرستان درباره درخت معرفت اینه که درخت معرفت درخت علم و دانش بود و خدا گرچه خالق انسان بود ولی انسان رو دوست نداشت و میخواست انسان نادان و ناآگاه و بیخبر باقی بمونه. برای همین بهش گفتش که از میوه درخت دانش نخوره. ولی شیطان که دوست داره انسان بود به انسان گفت که از میوه این درخت بخوره تا به دانش و علم دست پیدا کنه. و اگر امروز ما از علم و دانش برخورداریم اون رو مدیون شیطان هستیم، چون اون به ما گفت که از میوه این درخت بخوریم و این دانش و فهم رو به دست بیاریم. ولی ببینیم کتاب مقدس درباره این درخت چی میگه. کتاب مقدس موقع بیان اسم این درخت میگه درخت معرفت نیک و بد، درخت علم نیک و بد، علم خوب بد، درست غلط، علم بکن نکن، علم ثواب گناه، حروم حلال. علم ثواب و گناه و حروم حلال علم شریعت هست. درخت معرفت درخت شریعت بود و تا موقعی که انسان از میوه درخت شریعت نخورده بود بدون آگاهی به شریعت و بدون اینکه بین او و خدا قواعد، قوانین و قراردادهای شریعت وجود داشته باشه داشت زندگیش رو میکرد. و وقتی انسان از میوه درخت شریعت خورد، شریعت و قوانینش بر زندگی او حاکم شد و تمامی اعمالش با قوانین شریعت سنجیده شد و بسیاری چیزهایی که تا اون زمان برای او گناه محسوب نمیشد برای او شد گناه. یعنی بعد از خوردن این میوه متوجه شد که لخته و لباس تنش نیست و احساس کرد که این زشته و احساس گناه و خجالت کرد. تا قبل از اونم لباس تنش نبود ولی احساس نمیکرد این گناهه، زشته و به خاطر لخت بودن احساس خجالت نمیکرد. مثل یه نوزادی که اگر لباس هم تنش نباشه براش گناه و زشتی محسوب نمیشه. چرا؟ چون هنوز نمیدونه لخت بودن بده و این اطلاعات و دستورات بهش داده نشده و ذهنش آگاهی به اخلاقیات جنسی نداره. پس اون چیزی که انسان با خوردن میوه اون درخت دریافت کرد شریعت بود و هیچ ربطی به علم و دانشی که امروزه تو زندگی به درد ما میخوره نداره. حالا اینجا یه سوالی پیش میاد. اصلا چرا خدا این درخت رو که حکم در خروجی بهشت رو داشت خلق کرد و وسط بهشت قرار داد؟ در پاسخ میشه گفت که اول اینکه خدا انسان رو شبیه خودش خلق کرد و ویژگی خاصی به انسان بخشید. اون ویژگی اراده آزاد بود. و دیگه اینکه خدا به انسان اعتماد کرد و به او جایگاه و مقام همکاری داد. تو کتاب پیدایش باب 1 میگه یهوه خدا آدم را برگرفت و او را در باغ عدن نهاد تا کار آن را بکند و از آن نگهداری نماید. خب همچین مقامی مستلزم اعتماد بود و خدا با قرار دادن درخت معرفت در دسترس انسان به اعتمادش به انسان و اراده آزاد اون معنی بخشید. بدون وجود این درخت اراده آزاد انسان معنی پیدا نمی کرد. چرا؟ چون اراده وقتی معنی داره که شخص چند تا انتخاب داشته باشه و توانایی انجام همه اونا رو هم داشته باشه و اون وقت در عین داشتن این توانایی تصمیم بگیره اون کارها رو انجام بده یا انجام نده. از طرف دیگه اگه این درخت وجود نداشت آدم هم فرصت و امکانی برای نشون دادن محبت و اعتماد و همراهی خودش با خدا نداشت. فرض کنید این درخت توی بهشت نبود و خدا از آدم میپرسید آدم آیا من رو دوست داری و به من اعتماد داری؟ آدم باید میگفت چه فرقی میکنه؟ اگه دوست نداشته باشم و اعتماد نداشته باشم چه کاری میتونم بکنم؟ من اصلا امکان انجام کاری که خوشایند و دلخواه تو نباشه رو ندارم. زیبایی شخصیت انسان در این بود که درخت معرفتی وجود داشت که خوردن از اون منع شده بود و او در حالی که میتونست از میوه درخت بخوره چون خدا گفته بود نخور نمیخورد. گفتیم که با خوردن میوه درخت معرفت انسان گناهکار شد. حالا این به چه معنیه؟ گناهکار بودن انسان دو جنبه داره. اول اینکه چون انسان از میوه درخت شریعت خورد از اون لحظه به بعد شریعت بر زندگی او حاکم شد
یعنی بعد از اون آدم هر کاری انجام میداد زیر ذره‌بین شریعت وارسی میشد و روی ترازوی شریعت سنجیده میشد و حکم داوری گناه یا ثواب برای کارش صادر میشد. و ما هم امروز در همون شرایط و زیر همون حکم قرار داریم و در هر قدم از زندگیمون خواسته یا ناخواسته کارهایی میکنیم که شریعت روی اون برچسب گناه میزنه و همین برچسب و حکم شریعت مانع ورود ما به حضور خدای پاک قدوس میشه. خب این که ما توی زندگی گناهایی میکنیم برامون روشن و قابل قبوله، ولی معتقدیم که گناهایی که ما میکنیم خیلی بزرگ و جدی نیستن و مشکل بزرگی ایجاد نمیکنن و این منصفانه نیست که به خاطر همچین گناههای کوچیکی وارد بهشت نشیم. اما حقیقت اینه که ما زمان قضاوت درباره خودمون میگیم کدوم گناه؟ من که کاری نکردم، من که از دیوار مردم که بالا نرفتم، یا من که آدم که نکشتم. طبق تصور ما تنها گناههای بزرگ بالا رفتن از دیوار مردم یا آدم کشی هست. ولی ماجرا اینه که هر کدوم از ما برای خودمون یک معیار یا استاندارد اخلاقی و شریعت ذهنی داریم و جالب اینه که معیار ذهنی که هر کدوم از ما از گناه داریم مطابق شخصیت و رفتارهای خود ماست. مثلا کسی که عادت به تمسخر دیگران داره در ذهن شریعتی داره که طبق اون تمسخر دیگران کار بدی نیست و کار بد فقط اون کارهایی هستش که خودش انجام نمیده و دیگران انجام میدن. به خاطر همین همه ما طبق تصور و استاندارد یا شریعت ذهنی خودمون آدمای خوبی هستیم. از طرفی انسان به خاطر ذات فاسدش که بعداً درباره این ذات فاسد توضیح میدم نمیتونه کراهت بسیاری از رفتارهای روزمره‌اش رو ببینه. ولی ما باید بدونیم بین نگاه و استاندارد ما و نگاه و استاندارد خدا تفاوت بسیاری وجود داره. چیزهایی که در نگاه ما فقط عادتهای رفتاری ساده هست در چشم خدا گناهان زشت و کریهیه. برای توضیح بهترش میتونم بگم که یه زمانهایی پیش اومده که افرادی با خدا ملاقات کردن و در لحظه ملاقات چشم اونها گشوده شده و از منظر خدا به خودشون نگاه کردن و در اون لحظه از اون چه که دیدند وحشت زده شدن. اشعیا وقتی با خدا ملاقات میکنه فریاد میزنه وای بر من که مرد ناپاک لب هستم و در میان قوم ناپاک لب ساکن. پتروس وقتی با عیسی مسیح ملاقات میکنه میگه ای خداوند از من دور شو چون مردی گناهکارم. اشعیا و پتروس قبل از ملاقات با خدا تصور میکردن اشخاص بیگناه و خوبی هستن، ولی به محض ملاقات چشمانشون باز شد و با چشمان خداوند خودشون رو دیدن. به خاطر همین معیاری که عیسی مسیح در انجیل متی برای گناه به دست یهودی‌ها میده اینقدر سخت و وحشتناک به نظر میاد. یهودیایی که قره به اجرای شریعت بودند و فکر میکردن پاک هستند و بهشت رو از خدا طلبکار بودند. مسیح به اونها میگه به شما گفته شده که قتل نکن، ولی من به شما میگویم هر کس به برادر خود اف بگوید مرتکب قتل شده. وقتی ما این جمله رو میشنویم میگیم ای بابا عیسی هم خیلی شلوغش میکنه. هو گفتن کجا و قتل کجا؟ حالا برای اینکه پرده از جلوی چشم ما هم کنار بره و یه ذره از استاندارد خدا رو ببینیم، بعد نیست یه خاطره براتون تعریف کنم. من یه دوستی دارم که اینجا به اسم مرتضی ازش یاد میکنم. مرتضی یکی از بهترین آدمایی است که من میشناسم. برای معرفیش کافیه بگم نویسنده، شاعر، هنرمند، پژوهشگر، فعال اجتماعی، خیر، مدافع حقوق زنان و خیلی ویژگی‌های مثبت دیگه که داشتن حتی یه دونش هم میتونه آدم رو شخص شایسته‌ای بکنه. یعنی هر کس مرتضی رو ببینه میگه اگه بهشتی وجود داشته باشه جای مرتضی است. اگه مرتضی بهشت نره پس کی میخواد بره؟ حالا بد نیست یه خاطره از مرتضی براتون تعریف کنم. یه بار مرتضی برام تعریف کرد که وقتی من بچه بودم توی مدرسه توی شهرستان درس میخوندم. من قریحه خوبی برای طنز پردازی داشتم و همیشه حرفای بامزه‌ای میزدم که همه کلاس رو به خنده مینداخت. تو کلاسمون یه پسری بود به اسم حسین. پدر حسین فوت کرده بود و حسین مجبور بود برای کمک به مادرش توی مخارج خونه صبح زود بره خونه مردم طویله هاشون رو تمیز کنه. برای همین همیشه لباس حسین کثیف بود و بوی گند میداد و اغلب هم دیر سر کلاس میرسید. حسین خودش از این شرایطی که داشت همیشه خجالت زده و ناراحت بود. یه روز من از اول کلاس شروع کردم به تیکه پرونی و تمام کلاس یه نفس از حرفای من میخندیدن. یه مدت که گذشت حسین در زد و اومد تو.
من گفتم به به جناب حسین نجس، صفا آوردید، کلاس رو معطر فرمودید. کلاس از خنده ترکید و همه شروع کردن به شوخی کردن با حسین. حسین نجس برو بشین اونور بود خفمون نکنه. حسین نجس کتاب فارسی تو در بیار. حسین نجس صفحه 36 رو باز کن. و همینطور ادامه داشت. کلاس ادامه پیدا کرد ولی بچه‌ها به بهانه‌های مختلف کلمه حسین نجس رو میگفتن و میزدن زیر خنده، تا اینکه اواسط کلاس حسین زد زیر گریه و از کلاس رفت بیرون. اون ساعت حسین به کلاس برنگشت. ساعت بعدم از حسین خبری نشد. فردای اون روز هم حسین نیومد. یه هفته، یه ماه، یه سال و حسین رفت که رفت و دیگه به مدرسه برنگشت. این ماجرا گذشت و ما اصلا حسین رو فراموش کردیم. من درسم رو تموم کردم و رفتم دانشگاه و توی تهران مشغول کار شدم. سالها گذشت و یه تابستون که برای تعطیلات برگشته بودم شهرستان، از یکی از دوستام سراغ حسین رو گرفتم. دوستم گفت مگه خبر نداری؟ گفتم نه. از چی؟ گفت حسین بعد از اینکه مدرسه رو رها کرد، چون نتونست کار به درد بخوری پیدا کنه، شروع کرد به علافی و هرزگی و خیلی زود یه گروه از جوونا رو دور خودش جمع کرد و یه باند خلاف توی شهر را انداخت و پای مواد مخدر و مشروبات الکلی و فاحشگی و چیزهای دیگر رو به شهر باز کرد. به خاطر کارهای خلافش چه کسایی که معتاد نشدن، چه جوانهایی که جونشون رو از دست ندادن، چه زندگی‌هایی که نابود نشد، چه زن‌ها و بچه‌هایی که بیوه و یتیم نشدن، چه دوستم همینطور میگفت و میرفت، ولی من گوشم دیگه چیزی نمیشنید. داشتم فکر میکردم همه اینا فقط به خاطر یه خوشمزگی من بود، اونم فقط یکی از هزاران دفعش. حالا خود من وقتی این خاطره مرتضی رو شنیدم، قلبم به شدت به درد اومد. البته نه برای دیگران، بلکه برای خودم. یادم اومد که چقدر دوستای خودم به خاطر خوشمزگی من رو توی جمع مسخره کردند و موجب شدن اعتماد به نفس و عزت نفس من نابود بشه. و یه زمانی که لازم بود قدمای بزرگ و جسورانه تو زندگیم بردارم، خاطره تمسخرهای اونا موجب شد من فکر کنم به اندازه کافی خوب و توانا و با ارزش نیستم و جرأتم رو برای دست زدن به عمل از دست بدم. دوستان با یه اوهو گفتن اعتماد به نفس و عزت نفس من رو کشتند و نابود کردند. یعنی اون قسمتی از شخصیت من رو که توانایی انجام کارهای بزرگ داشت رو در من کشتند و از بین بردند. همینطور که داشتم برای خودم دلسوزی می‌کردم، یه چیز وحشتناکتری از ذهنم گذشت. یادم اومد که خود من چقدر بیشتر دیگران رو مسخره کردم و شجاعت و جسارت عمل اونا رو کشتم و از بین بردم. اون موقع بود که مثل اشعیا گفتم وای بر من که مرد ناپاک لب هستم و در میان مردمان ناپاک لب ساکن.